سلام، به یه ویدیو دیگه از کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه درباره این صحبت بکنیم که آیا واقعا مصرف مکمل‌های خوراکی کلاژن روی بهبود پوست، بهبود بافت پوست تاثیر دارد یا فقط یه داستان تجاری پشت اینا هستش؟ با من همراه باشید. اول باید ببینیم اصلا کلاژن چیه. کلاژن فراوان‌ترین پروتئین توی بدنه که حدود 30% از کل پروتئین‌های بدن رو تشکیل میده. یکی از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده پوستمون، استخونامون، ماهیچه‌هامون، تاندونامون، حتی قرنیه چشممون، دندونمون، اصلی ترین جزء تشکیل دهنده همه اینا همچنین رگ‌های خونی اصلا. یعنی خیلی این دیگه جالبه که چقدر کلاژن برای بدن ما حیاتی و مهمه. این پروتئین توی بدن باعث اتصال بافت‌ها و سلول‌های مختلف به هم دیگه میشه.